سرخط مهمترین خبرها: دادستانی بازداشت 20 نفر را در آستانه جشن نوروز تصدیق کرد. بحث و دعوا میان یک گروه مخالفان حکومت و رئیس پیشین دادگاه به 8 سال زندان محکوم شده است. درود بینندگان عزیز و هفته نو برای شما به خیر و شادی باشد. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 12 آگوست سال 2024 است. دادستان کلی تاجیکستان خبری بازداشت بیش از 20 نفر را با گمان آمادگی به عمل تروریستی در جشن نوروز امسال را تصدیق کرد. منابع رادیوی آزادی اول ماه اپریل گفتند مأموران کمیته دولتی امنیت ملی قریب 20 کس را با گمان آمادگی به حمله تروریستی بازداشت کردند. این خبر آژانس خبری رایترز و رسانه محلی ازپلوس هم نشر کردند، ولی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آن وقت این خبرها را رد کرده بود. یوسف رحمان دادستان کل کشور 9 آگوست ضمن نشست خبری گفت بیش از 20 نفر با گمان قصد عملی تروریستی در آستانه جشن نوروز دستگیر شدند. دادستان از این افراد اعضایان گروه تندروی دولت اسلامی نام برد، ولی دربارهشان معلومات زیاد نداد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند بازداشت شده‌ها ساکنان شهرهای وحدت، راغون و نارک هستند، در حالی که نظر این افراد و نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. دادستان گفت که آنها نیت داشتند گروه آدمان را زهرآلود کنند. مقامات هر نیم سال درباره بازداشت گروه‌های متشکل جنایی و پیشگیری از حادثه‌های تروریستی خبر می‌دهند، اما شبهه و گمان‌ها به این حرف‌های مقامات جای دارد چون همه معلومات در این باره آشکار کرده نمی‌شود. رئیس پیشین دادگاه ناحیه 5 که با اتهام گرفتن پاره بازداشت شده بود به 8 سال زندان محکوم شده است. در این باره شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 8 آگوست ضمن نشست خبر اطلاع داد. به گفته شاهیان بختیار عبدالرحمن زاده در گرفتن 122,000 سامانی در چند حالت گناهکار دانسته شد. نظر عبدالرحمن زاده و نزدیکانش به عیب‌نامه معلوم نیست. رئیس پیشین دادگاه ناحیه 5 ماه ینور امسال از سوی کارمندان آژانس مبارزه با فساد بازداشت شده بود. فساد یک از مشکل‌های اساسی در نظام دادگاهی کشور گفته می شود و چندین دادرس با این اتهام بازداشت زندانی یا جریمه شدند. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام عضویت خود را در پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان موقتا بازداشته است. این اعلان بعد از جلسه صداداد که روز 10 آگوست اعضای شورای سیاسی پیمان ملی به طور آنلاین برگزار کردند. شراف‌الدین گدایف شب 10 آگوست در اظهارات رئیس پیمان ملی محیدین کبیری را برای به وجود آوردن به گفته‌اش پرستش شخص خود در این ائتلاف تنقید کرد و خواست رهبر پیمان ملی هر سال نو شده همکاری‌های آن با جمهوری اسلامی ایران بس گردد. گدایف نوشت ریاست کبیری طی چند سال هیچ بهبودی در کار پیمان ملی تاجیکستان نآورد. از آن سو پیمان ملی تاجیکستان در اعلامیه روز 11 آگوست گفت شراف‌الدین گدایف برای پیوسته از حد وکالت‌های خود برآمدن از عضویت شورای این ائتلاف بیرون کرده شده است. سید یونس استرافشانی همکار پیمان ملی در پیام در فیسبوک نوشت شراف‌الدین گدایف به خاطر ارتکاب یک خیانت بسیار بزرگ و نابخشودنی از صف پیمان ملی تاجیکستان بیرون کرده شد، اما او هم تفصیلات نداده است. گدایف میگوید او را از پیمان ملی نراندند، بلکه پس از آنکه پیشنهادهایش از جمله در مورد استعفای محیدین کبیری پذیرفته نشد این ائتلاف را ترک کرد. پیمان ملی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت. دادگاه عالی تاجیکستان ماه اکتبر سال 2019 این سازمان را افراطگرا و تروریست اعلان کرد، هرچند اعضای ائتلاف حلنامه را به اساس خواندند. تاکنون چند نفر با پیروی از آن و یا سازمان‌های زیر چترش دستگیر و زندانی شدند. مقامات تاجیکستان یک مکان تاریخی در ناحیه بلجوان را بازسازی می‌کنند که قبلا با نام قلعه میری بلجوان معروف بود. رئیس ناحیه بلجوان میگوید بعد نوسازی نام میر را از قلعه گرفته آن را تنها قلعه بلجوان مینامند. محمود جان رحمت‌زاده در همین باره گزارش می‌دهد. اینجا با نام قلعه میری بلجوان مشهور است، در ناحیه بلجوان ولایت ختلان. در زمان شوروی از آن تقریبا نشانی نمانده بود. حالا قلعه را از نو می‌سازند. نامش هم نو شده است، دیگر قلعه میر نیست. چطور که شما گفتین سال پیش قلعه با نام میری بلجوان بود. ما تصمیم گرفتیم، شما گفتین گپی درست گفتین که بسیار جاهلیت بود، ظالمی بود و دیگر بود. ما تصمیم گرفتیم که قلعه رو برقرار کنیم، نه با نام میری بلجوان. قلعه از آن خلق است، قلعه با نام بلجوان شد. قلعه بلجوان اودی. با گفته این منصبدار بازسازی قلعه 80% اجرا شده است. خبرنگاران از آن پرسیدند که چرا دیوار قلعه از گل نیست و این مکان تاریخی در شکل پیشینه‌اش برقرار نشد. رئیس ناحیه بلجوان گفت در جای پیشینه قلعه به جز 2 لوله آبگذر چیزی دیگری نیافتند. زمانی ما یگان وجه یادگاری تاریخی موندگی نبود،
فقط که یک دو تا هم قبورهای آبگذار یافتن همینجا متاسفانه حالتی که اول بود نیست. لیکن با در اساس سپارش رهبر دولت حکومت جمهوری ترکستان همزمان با اکادمی علم‌های پرزیدنت جمهوری ترکستان و وزارت فرهنگ جمهوری ترکستان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون همزمان از حساب بودجه‌های محلی ناحیه بالجوان همین قلعه از نو برقرار کرده شده است. قلعه میری بالجوان که آن را قلعه بیک هم مینامند در بلندی در مرکز ناحیه جایگیر است، در ساحل دریای سرخ. طبق کتاب‌های تاریخی میران بالجوان در عصرهای 16-19 در اینجا زیسته‌اند. با وجود دیگر کردن قلعه و حفظ کلمه میر از نامش، ساکنان هنوز این مکان را قلعه میری بالجوان میشناسند و نام میبرند. از این پیش در ولایت سوغ نیز قلعه یک زمان مشهور تیمور ملیک را در کنار رود سیر در خوجند تعمیر و بازسازی کردند. آن را اکنون قلعه خوجند معرفی میکنند. بدون تیمور ملیک. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه بالجوان. روز 11 آگوست بازی‌های 33 تابستانه المپیک در شهر پاریس فرانسه به انجام رسیدند. ورزشکاران کشورهای آسیای مرکزی در این بازی‌ها 29 مدال گرفتند که 9 تای آن طلا، 7 نقره و 13 نشان برنجی است. از همه زیاد دسته منتخب ازبکستان در المپیاد پاریس 13 مدال به دست آورد که 8 عدد آن طلا، 2 نقره و 3 برنجی است. در حساب مدال‌ها ازبکستان در میان کشورهای جهان جای 13 را صاحب شد و در بین کشورهای آسیای مرکزی پیشقدم گردید. منتخب قزاقستان با کسب 7 مدال از جمله طلا، 3 نقره و 7 برنجی در میان کشورهای جهان مقام 42 را صاحب شد. ورزشکاران قرقیزستان باشند از المپیاد 6 مدال به دست آوردند که از آن 2 نشان نقره و 4 برنجی بود و در جای 68 قرار گرفت. ورزشکاران تاجیکستان در پاریس صاحب 3 مدال برنجی شدند. کشور از روی مدال ها جای 79 را صاحب شد. 3 مدال تاجیکستان را سامان محمدبکوف و تیمور رحیموف در نمود جودو و دولت بولتاєв از روی نمود باکس صاحب شدند. ورزشکاران ترکمنستان مدال نگرفتند. ارتش اسرائیل در آستانه عملیات نو در نوار غزه از ساکنان یک محله شمالی خان یونس خواسته است که هرچه زودتر این منطقه را ترک کنند. مقامات نظامی اسرائیل 11 آگوست گفتند محله الجلعه خان یونس به دلیل فعالیت قابل توجه تروریستی دیگر جزء از منطقه بشردوستانه به شمار نمی رود. ساکنان را با واسطه SMS یا پیامک، زنگ‌های تلفنی و ورقه‌ها با زبان عربی آگاه کردند. با گزارش رسانه‌های اسرائیل عملیات بر اساس معلومات دقیق اکتشافی صورت می‌گیرد. مقامات نظامی این کشور گفتند گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعتراف شده است در منطقه خان یونس زیربناهای نظامی دارد. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس قریب 10 ماه باز ادامه دارد و باعث به کشته شدن 1200 نفر در اسرائیل و بیش از 39000 فلسطینی در نوار غزه شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 آگوست را فرا می‌گیرد. 12 августи соли 2014 эрон гуфт 2 миллиарду 700 миллион доллари бобаки занҷонӣ, як соҳибкори зиндонии эронӣ ки барои фирор аз таҳримҳои амрикоӣ ба муомилаҳое даст задааст, дар Тоҷикистон нопадид шуд. дар изҳороти 2 рӯз баъдаш мақомоти тоҷик ин иддаоро рад карданд. даъвое ки боиси солҳои тӯлонӣ бад шудани робитаҳои фарогири сиёсиву иқтисодии Тоҷикистону Эрон шуд, то ҳол ҳалли худро наёфтааст. 12 августи соли 2015 Тоҷикистон ҳаммарзи иттиҳоди Авроосиё шуд ки ба узвияти он Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Беларус ва Арманистон дохил шуданд. талошҳои Русия барои зери чатрии ин созмон овардани Тоҷикистон то ҳол бенатиҷа будааст. бархе коршиносон созмонро ҳамчун модели хурди иқтисодии иттиҳоди шӯравии зери назари Москав интиқод мекунанд. 12 август бо ташаббуси созмони милали муттаҳид рӯзи байналмилалии ҷавонон таҷлил мешавад. дар Тоҷикистон ки беш аз нисфи аҳолӣ ҷавонон мебошанд, масоили дастрасӣ ба таҳсилу касбомӯзӣ, кору даромад ва амнияти иҷтимоӣ аз муҳимтарин масоили мавриди ташвиши ин гурӯҳ маҳсуб мешавад.
قرب روبل روسیه دوام یک هفته اخیر 4 سامانه پایان رفته است. اگر روز 6 اوگوست 1000 روبل به 124 سامانه برابر بود، پس صبح امروز 12 اوگوست 1000 روبل در بانک‌های تجارتی تاجیکستان به 120 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1050 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه.